سلام. این روزا نظام علیگدا بدجوری افتاده رو کمربند زلزله. یعنی چپ و راست همینجوری مصیبته که رو عمامه ولایت آوار میشه. تمدید مذاکرات یکی از همین مصیبت‌های عظما بود که یه هفته از همه جونورای عمامه دار و بی عمامه نظام دنبال ماسمالیزاسیون اونن. این وسط سهم ماسبندی جواد زخیم از همه بیشتره. مذاکراتی که در چند ماه گذشته ما داشتیم، به ویژه مذاکراتی که در هفته گذشته در وین داشتیم، کمک زیادی به ما کرده که این راه دشوار رو به پیش ببریم و احساس بکنیم که امروز اگر زمان توافق رو تمدید میکنیم با این هدف هست که یک فرصت کوتاهی برای رسیدن به توافق فراهم کنیم. فرصت کوتاه؟ اگه 7 ماه فرصت کوتاهه پس بلندش چند ماهه؟ 1 سال تموم رفتی با 5 به علاوه 1 فک زدی، دوغم کف دست شیخ فری نذاشتی، بعد حالا پوز تمدید 7 ماهه رو میدی؟ خب این دستاوردت که نسیه بود، دستاورد نقد مذاکرات رو کن ببینیم چیه. امروز کسی در مورد بستن برنامه غنیسازی ما صحبت نمیکنه و امروز کسی در مورد از بین بردن برنامه صلح‌آمیز ایران صحبت نمیکنه. آره، کسی در مورد از بین بردن برنامه صلح‌آمیزتون صحبت نمیکنه، اما در مورد کاریکاتور هسته‌ای خیلی ها صحبت میکنن. یکیش شریعت نداری خودتونه. یکی دیگه هم این لاریجانی زردنبوه که تو دوراهی سرنوشت گیری پاچ کرده. از این دو راه رو باید انتخاب بکنه غرب. یا علاقمندن که ایران در چارچوب نظارت‌های بین‌المللی فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای خودش رو دنبال بکنه. راه دیگر این است ایران رو پشیمان کنن از این راه و مذاکرات رو با دستانداز مواجه کنن. از نظر ما راه اول منطقی تر است. ببین، به جای اینکه فکر دوراهی غرب باشی، فکر دوراهی علی گدا باش که نفسشو قفس کرده. یا باید بره دنبال بمب اتم و بمیره، یا باید از ترس مرگ زهر رو بندازه بالا و خودکشی کنه. از نظر موشکاف جفتشون منطقیه. اوه 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 اوه. آقا یه صدای ناله ای هم داره از جمعه بازار میاد، بذار ببینیم این عتیقه چی میگه. بنال بینیم بابا، بنال. همین 5 به علاوه 1، این ژستی که اینها میگرفتن، این همین ژست استکباری است. گرچه به حمدالله تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی، وزیر محترم خارجه و اونها که با ایشان هم راهی میکنن، از نظر متانت، قدرت بیان جوری حرکت کردند که دنیا براش روشن شد. منطق این است که حرام است سلاح هسته‌ای، منطق این است که بایستی کشورها از نظر انرژی هسته‌ای و نیازهایی که دارن حق خودشون داشته باشن. این یک وظیفه است که برای جهان بشریت، بنابراین اونها مجبورن با ایران کنار بیان و نمیتوانند ایران رو به زانو درآورن. هر وقت گفتن جسد، تو یکی خودتو بنداز وسط. توی رو به قبله که دیگه به زانو در آوردن نداری که. بابا فاز این روزخونی ها گذشته. این تمدید زهرخوری ستون فقرات نظامو کج کرده رفته. ماسمالی و وراجی دیگر اثر ندارد. ماشین آسیدلی کمک پنر ندارد. کمک پنر واسه قافیه گفتم، گیری بوکس و موتورم نداره.
پیستون و سیلند هم نداره، کلا داغونه.